Teşekkür. واقعا برگزاری این گونه نمایشگاه‌های در سطح بین‌المللی برگزار می‌گردد برای شهروندان جمهوری تاجیکستان امکانیت فراهم می‌آورد که با اختصاصی که در خارج کشور تیار کرده می‌شوند شناخته شوند، با دانشگاه‌ها شناخته شوند و توانند که در این دانشگاه‌ها در خارج کشور تحصیل نمایند و اون اختصاصی که البته در داخل جمهوری تاجیکستان در مؤسسه‌های تعلیمی عالی جمهوری تاجیکستان تیار کرده نمی‌شوند. این گونه اختصاص فراهم یک شرایط بسیار هم خوب برای داوطلبان، برای اون نفرانی که لیاقتمند هستند شرایط فراهم می‌آورد. در حال حاضر شهروندان جمهوری تاجیکستان در مؤسسه‌های تعلیمی و علمی دولت‌های زیادتر در فدراسیون روسیه می‌خوانند. همچنین تعداد زیاد شهروندان داوطلبان و شهروندان جمهوری تاجیکستان برای تعلیم در مؤسسه‌های عالی جمهوری خلقی خیتای زیاد شده است. همچنین ما با واسطه اون دانشگاهایی که امروز از اروپا هستند، از امریکا هستند، از بگیم که آسیا هستند، در اینجا هم خواهش زیادی تحصیل نمودن شهروندان جمهوری تاجیکستان پیدا شدگی است و این روزها شهروندان جمهوری تاجیکستان در این دانشگاه‌ها می‌خوانند و یک دانشگاهی که در کیپر شمالی کیپر جایگیر است، لفته نمیده زیاده از 80 میلیون یورو تحصیل این دارد. یعنی شرطنامه‌ای شهروندان جمهوری تاجیکستان ما رو برای تحصیل جلب میکنند و اون نفرانی که واقعا به طریق شرطنامه‌ای در این دانشگاه‌ها تحصیل می‌نمایند از سوی مبلغ‌های شخصی اختیارشان آنها یعنی صاحب اختیار هستند، می‌توانند که برگردند و تاجیکستان خدمت کنند و پیشرفتی اقتصادی جمهوری ما سهمگذار باشند. در این دانشگاه‌ها نیز دانشجویان را ما روان کردگی هستیم از سوی این برنامه بین‌المللی سپینی بین‌المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درخشندگان و اگر طبق این برنامه با دانش و تحصیل فرا گرفته شوند در خارج کشور طبق این نظامنامه عهدهدار هستند که 5 سال آمده در مقامات‌های دولتی جمهوری تاجیکستان ادای وظیفه کنند، کار کنند، فعالیت کنند وگرنه با طریق سود ما می‌توانیم که مبلغ‌هایی که خراجات شده است این مبلغ‌ها به بودجه دولت برگردانیم.